شاید این روزا حال دلمون خوب نباشه، حتی شاید حال جیبمون. ولی وقتی پای عید بیاد وسط، ما همه جوره پایه ایم. حتی اگه پای رفتن نداشته باشیم، با هر قد و قواره‌ای که باشیم، توی هر تیپ و قیافه‌ای که باشیم، توی هر سن و سالی که باشیم، اگه دست خالی یا دست پر باشیم، برای جشن و عیدی دادن و عیدی گرفتن هستیم. تا یاد هممون باشه بزرگترین نعمتی که داریم امروز کامل شد. پس بزرگترین عید عالم بر همه مبارک، بر همه مبارک، بر همه. پس بزرگترین عید عالم بر همه مبارک.